مسئله سوم اقسام الصیام، قسم‌های روزه. مسئله سوم قسم‌های روزه. روزه دو قسمت است، بر دو قسم جدا می شود. روزه‌های فرضی که روزه‌های واجب میگوییم و روزه‌های نفلی اختیاری. پس روزه‌های فرضی باشد بر سه قسم جدا می شود. روزه‌های فرضی بر سه قسم جدا می شود: روزه ماه رمضان، روزه کفارات جبرانی و روزه نظر کرده شده. در این قسمت اول ما سخن میرونیم، یعنی در اینجا سخن تنها درباره روزه ماه رمضان سخن میرود و همچنین روزه نفل، و دیگر قسمت ها در جای خودش با وقتش به اذن الله تعالی خواهند آمد و ذکر خواهند شد. مسئله چهارم، فضیلت روزه ماه رمضان و حکمت مشروعیت آن. اولا فضیلت روزه ماه رمضان. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است، میفرماید ان نبی صلی الله علیه و سلم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که قال، گفت: من صام لیلة القدر ایمانا و احتسابا. اگر هر کسی که شب قدر را با ایمان و امید ثواب نماز خواند، نماز بگذارد، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. هر کی اگر شب قدر را با ایمان و امید ثواب شب زینه‌داری نماید، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. و در دوام فرمودند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا، و هر کس که ماه رمضان را از روی ایمان و امید ثواب روزه بدارد، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان گذشته‌اش نیز بخشیده می شود. روایت بخاری تحت رقم 1901 و مسلم تحت رقم 760. و باز از او، یعنی از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، و الجمعه الی الجمعه، از جمعه تا جمعه دیگر، و رمضان الی رمضان، از رمضان تا رمضان دیگر، مکفرات لما بینهن اذا شنبت الکبائر، سبب مغفرت گناهان بندگان میگردند اگر از گناهان کبیره دوری بجویند. این بعضی از فضیلت‌های روزه ماه رمضان است، در حالی که فضیلت‌های روزه ماه رمضان خیلی بر کثرت زیاد هستند. دوم، حکمت مشروعیت روزه. الله سبحانه و تعالی روزه را با حکمت‌ها و فایده‌های زیاد شرعی، مشروع، یعنی جایز و روا و فرض گردانده است. از جمله اولا تزکیه و پاکسازی نفس و دور کردن اخلاق بد و عادتهای زشت، زیرا روزه راههای شیطان را در بدن انسان تنگ میکند، نمیگذارد که انسان مورد وسوسه قرار بگیرد. روزه انسان را از دنیا و شهواتهای دنیوی بیزار میکند، دور میسازد و در آخرت از نعمتهای آن یا که به نعمتهای جنت و بهشت هوسمند میگرداند. و روزه انسان را با رحم کردن به مسکینان و احساسات نیکو، احساسات دردی آنها را در قلب تو وادار میکند، زیرا روزدار طعم گرسنگی و تشنگی را هم میچشد. و غیر از حکمت‌های بزرگ و فایده‌های زیادی هم این روزه دارد که بعضی از آنها در اینجا ذکر می‌گردند.